حتی همیشه تاکید میکردیم که خون از دماغ کسی نیاد. یعنی تا این حد راضی به در این خواستون تا چند موفق بودین تیم سر؟ تلاش میکردیم که هر چقدر که ممکنه توفیقمون بیشتر باشه که کشت و کشتار نشه. این احتمال است که شما امشب رو هم در اینجا به سر رسید. تکلیف افراد فرماندار نظامی تهران چی هست؟ کی به اونا الان دستور میده؟ اونا امشب رو باید به چه صورت با مردم سر کنن؟ اینا یه برنامه دارن، یه مقرراتی دارن، مقرراتشون اجرا میکنن دیگه. شما توصیه میکنن داری که چیکار بکنن امشب؟ وظایف وجدانی و وظایف خداییشون رو انجام بدن. یعنی که بازم اگر مردم نشنیدن باشن هیچ وقت ابدا. پس بفرمایید اینجا که مردم همه بگید که چی؟ هیچ وقت ما علاقمند نیستیم که کسی کشته بشه و این رو هر وقتی که من به افرادم باشن میگم. چرا اینجا بگم شب تو تلویزیون پخش میکنن از تلویزیون اینو بفرمایید که اونا تکلیفشون چیه؟ خودشون میدونن تکلیفشون چیه. خودشون رویه ثابت ادامه بدن، رویه‌ای که انسان با شرف، با حقیقت و به اصطلاح در حکم انسانیت. تیم سر یکی دیگه از مسئولیتایی که شما داشتین بله منظور من اینه که آیا الان افراد فرماندار نظامی بایستی به پادگان‌های خودشون برگردن یا نه امشب؟ یعنی چی برگردن؟ آیا بازم در خیابون‌ها بیان یا برگردن تو پادگان‌هاشون امشب؟ هرچند که ساعت منع عبور و مرور هست، ساعت منع عبور و مرور کنترل میشه. یعنی اگر کسی در ساعت منع عبور و مرور آمد بیرون باز هم نذاشونه که بفرمایید. ابدا. پس چیکار باید بکنن؟ ابدا. پس چیکار بکنن؟ در ساعت برگردن ساعت‌های منع عبور و مرور، ساعت‌های منع عبور و مرور یک وقت هستش که یه کسی مثلا اتومبیلش پنچر شده. یه وقت هستش جواب منو بدید، جواب من از جواب در نمیاد. الان شما در حضور ملت ایران قرار گرفتید. هر نظری که الان شما بدید در حضور کسی که از نظر قضایی صلاحیت داره منعکس خواهد شد، ضبط خواهد شد. شما بفرمایید که امشب شما که فرماندار نظامی تهران بودید، آیا امشب واحدهای شما بایستی برگردن تو پادگان‌ها یا تو خیابون‌ها بمونن؟ بعد بیان کنترل عبور مرور رو به عهده بگیرن. کنترل فقط عبور مرور رو؟ مگه اونا مسئول اداره راهنمایی هستن؟ نه. وقتی که فرماندار نظامی هست، شب مثلا فرماندار نظامی کنترل عبور مرور ساعت 12 به بعد. امشب همونطور که می‌دونید بختیار استعفا داده. شما هم که اینجا هستید. من نمی‌دونم. آیا مسئولین کادرهای شما باید چیکار بکنن؟ وظیفه‌شون انجام میدن در جهت وظیفه وجدانی و خدایی خودشون انجام میدن. پس تمام قوانین رو باید زیر پا بذارن، فقط مطابق وجدان و انسانیتشون رفتار بکنن و مقرراتی که بهشون ارائه شده. کی ارائه داده اینا رو؟ قانون مقررات هست دیگه. قوانین هست. کدوم قوانینی که برای اینکه خلاف وجدانشون باشه؟ ابدا. پس بنابراین اگر خلاف واحدهای شما باید طبق وجدانشون اونجوری که تشخیص میدن عمل بکنن. حتما. خب حالا اگر چنانچه مردم در ساعت مرور آمده بودن تو خیابون باید بزننشون چیکار بکنن؟ اگر احیانا به توجه بینا بیان بیرون و توجه بکنن، عرض کردم که به دلایل مختلف ممکن اشخاص بیان. یه وقت هستی کسی میخواد بیاد بیرون معذرت بخواد بره خدای نکرده دزدی. یه وقت هستی که میخواد بیاد بیرون بره خدای نکرده گرفتاری ها مشکلات دیگری برای مردم فراهم کنه. یه وقت هستی که ماشینش پنچر شده. اینها وظایفی دارن. اون کسانی که در مسیر انجام وظیفه در مسیر مشکلات جاریه روبرو میشن، اونها رو رهاشون میکنن، حتی کمکشون هم میکنن، منازلشون میرسونن. اونها که برخلاف مقررات بیان بیرون هم که نمیکشن، اونا میگیرن میبرن پشت فرماندار نظامی ازش تحقیقاتی میکنن، بعدم رهاشون میکنن میرن. چرا بکنن؟ بین گذشته عمل بایستی بکنن. گذشته که شما بهش اشاره میفرمایید شاید یه موارد خاصی وجود داشته که همین گذشته که مردم رو میکشتید، نفراتشون مردم رو میکشتن، همچین نیست که نه افراد چند سوال شرطی دارن. به یک عبارت است که این مردمی که خیابون‌ها در ساعات مرور به اصطلاح شما وارد میشن، اینها به طرفداری از آقای خمینی و به مخالفت با شاه در خیابون‌ها تظاهراتی می‌کنن. شما هم که به عقیده محکم و وفاداری به شاه خورده ای به اینها شاه رو ترک میکنن و
میگن شاه عادله و شاه آدم کشه و شاه وطن کشیده باید عقیده ما این افراد بود؟ نه، ما که آزاد گشتیم برنامه رو تمام دموستاسی. یعنی جناب عالی از چه طریقی باید انجام بگیریم؟ چه کنترلی میخواهیم؟ چون تو که شهربانی بگیم شما که فرماندار نظامی و اصول شما ارزش شما برای چی؟ اشکم که با اون کسی را که افرادی که علیه شاه شعار بدن که اینا رو کار نداریم، افرادی که به نفع آقای خمینی شعار بدن اونا رو هم کار نداریم، شما پس کدوم اشکیم دود یا کسی که ماشینش پنجره اونا مربوط به راهنمایی یا مربوط به پلیس؟ نخیر موقع که شما وجود نظامی های شما در توی خیابون ها که کنترل میخواهند بدونن نظام معنی چیه؟ اشکم که موقعی که فرماندار نظامی وجود داشته باشه، موقعی که فرماندار نظامی وجود داشته باشه اصولا کلیه مقررات انتظامی، موقعی که فرماندار نظامی وجود داشته باشه کلیه مقررات انتظامی تحت امر فرماندار نظامی. جواب من فرماندار نظامی در خیابون چیکار خواهد نفهم یعنی چی؟ یعنی افراد فرماندار نظامی ارتش در خیابون چیکار میخواد کنه؟ این جزء چیزه، جزء مقرر. آقا یه سوال دیگه، من سوال شرعی دارم چی رو گفتم من میخوام برم. اون عبارت از اینه که شرعاً مراجع دین و علمای دین به مقتضای اصل دوم متمم قانون اساسی که شما خودتون قبول دارید حق وتو در قوانین دارن. اونها خودشون به صراحت اعلام کردن که از 3 ماه تا 4 ماه قبل شاه خائن به عنوان شاهی ندارید و قطعاً که شما خوردید به عنوان مملکت و به شاه وفادار باشید. آقایون مراجع در تمام رساله هاشون یه نفرم وجود نداره بگوید این قسم صحیحه و این قسم شرعی نیست. قسم باید به تالله و بالله و والله باشه و یکی دیگه مورد قسم هم باید جوری باشه که خلاف شرع نباشه، مباح باشه یا واجب باشه یا مستحب باشه و الا به یک کار حرامی اگر شما قسم بخورید این قسم هیچ قابلیت عمل نداره. پس بنابراین شما چجوری میتوانید به این قسمتون پایبند بوده باشید؟ اشکرم که ما تو مملکتمون یه قانون اساسی داریم که از اون قانون اساسی خودمون طرفداری میکنه و طرفدار اون قانون اساسی اون هستیم. این سر اون قانون اساسی اجرا شد؟ اشکرم که شاید مثلا به طور کامل اجرا نشده باشه ولی در اصل اون چیزی که قابل احترام هست و همه مردم مملکت ما بهش اعتقاد دارن، عقیده دارن، من در اون حد عرض میکنم. میبخشین تیم سر این سوال میکنم. نمیدونم، من مقررات قانون نمیدونم. اصولا من میدونم هر کسی رو بکشه، هر کسی رو بکشه و بکشنش. من قبل از اینکه صحبت شما آقای رحیمی تمام بشه از ایشون میخوام خودشون معرفی کنیم. ممکن شما خودتون معرفی کنید؟ از کجا آمدید؟ من سالار جاف هستم، نماینده مجلس شورای ملی از شهرستان پاوا و هستم که واقعی نیستین، اصلا عراقی هست. این درسته بود. شما کجایی هستید؟ در کجا متولد شدید؟ من متولد شدم در عراق. اجازه فرمایید که توضیح بدم. در عراق متولد شدم در سال 1342. در کجای عراق؟ نخیر، در کلال. میان ایل جاف عراق و ایل جاف ایران فقط یک خط مرزی هست و ما 6 ماه در ایران هستیم و 6 ماه در عراق، یعنی رفت و آمد احشام چیز داشتیم. هر شور خدمتون در اونجا متولد شدم ولی نشو نمو اصطلاح در ایران. شما امروز چگونه؟ تبعی عراق یا تبعی ایران؟ من تبعی ایران هستم. چند قبل نمایندگان مجلس شورای ملی به خاطر کارهایی که شما انجام دادین در حوزه انتخابی. بینندگان عزیز، دیدید سپهبد مهدی رحیمی، این افسر جانباز و وطن پرست ایرانی را که آخرین مدافع جان و مال و ناموس شما در تهران به عنوان فرماندار نظامی تهران